دوستان اگر لطف کنن کتاب نشون بدن. الشیعه هم اهل السنه. شیعه همون اهل سنت هستن. کتاب آقای تیجانی، دکتر محمد تیجانی السماوی. در صفحه 161 پاراگراف آخری میگه که از تعریف بی‌نیازه که ما خواسته باشیم تعریف کنیم به ان مذهب النواصب هو مذهب اهل سنت و الجماعه. مذهب نواصب مذهب اهل سنت و جماعت است. در مورد نواصب در اینجا یک مطلب دیگری هم هست، دوستان اگر این رو نشون بدن. این هم از کتاب تحریر الوسیله است از آقای خمینی، همون چاپ قدیم. در صفحه 318 در اینجا میگه که والاقوى و چیزی که قوی هست، قوی تر الحاق الناصب به اهل الحرب. ناصبی ها اهل حرب هستن، یعنی همین اصطلاح محاربی که امروز در ایران هر کسی به عنوان محارب اعدام میکنن، بهش تجاوز میکنن. فی اباحه ما اغتنم منهم و تعلیق الخمس به، چیزی که از اونها گرفته میشه مالشون غنیمت محسوب میشه، باید خمسش هم پرداخته بشه. درست. ادامه جالبه. بل ظاهر جواز اخذ ماله عین وجد و به ای نحو کان. بلکه جایز است که مال ناصبی رو بگیری. حالا ناصبی کی است؟ همون سنی. درست. حسین آل عصفور گفت که اجماع دارن همه بر این که ناصبی کی است. اخبار ائمه دلالت میکنه. ناصبی کسی است که به اون میگن سنی. در اینجا خمینی چی میگه؟ بل ظاهر جواز اخذ ماله عین وجد، هر جا که مال ناصبی رو پیدا کردی بگیر. و به ای نحو کان، ولو اینکه دزدی باشه. این ولو اینکه دزدی باشه من میگم، چون به ای نحو کان اون مطلق گفته، مقیدش نکرده. مقید نکرده. یعنی هر طوری که سرش کلاه گذاشتی، دزدیدی، خیانت بهش کردی، به هر قصد بود، کشتیش، مالشو بردی، هر طوری که شده مال ناصبی رو که بیاری بر تو چی است؟ حلال است. و وجوب اخراج خمسهی، خمسش بود در این همه عبادت بزرگ کردی که یک ناصبی رو کشتی یا مالش رو دزدیدی، به هر طریقه‌ای که این مال رو به دست آوردی باید که خمسش رو در بیاری. شکم آخونده دیگه حالا سهمش رو داره. حضرت آیت الله مکارم شیرازی بفرستی تا شبکه زلالت رو راه اندازی.